سلام بچه ها، خوبین؟ چه خبر؟ بچه اومدیم با پیدا کردن سنگ. بچه ها اگه ببخشید من چند روز ویدیو برای شما نداشتم. من چند روز اومده بودم مسافرت و واقعا درگیر بودم. خب بچه ها میام اینجا رو میگردیم. بچه ها راستی من به شما بگم، شما خاک که پیدا میکنید نگاه کنید. الان دست من رو دیدین؟ همش خاکه. میان اینجوری میکنید. نگاه کنید چه سنگای خوشگلی ازش بگیر میاد. دیدین؟ بریم برای اصل مطلب. بریم شما میگردید اینجا ببینم چه سنگای خوشگل و مشکلی اینجا بذارید. دیدتون میدونین بچه فکر نکنید من الکی میگم ها، این واقعیه. این سنگا واقعا تو این رودخونه رو نگاه کنید، خدایی از شما پیدا نمیشه. خدا کنید دست میاریم میکنید تو این خاکوی بزرگ، دست کامل میکنید تو این خاک میکنید میکنید. چه سنگایی سنگایی اینه که شما به دست میتونید بیارید توی رودخونه. ببینید چون به این سنگا به این خوبی ها دیدین، همه اینا رو من برای شما توی رودخونه پیدا کردم، ولی شما هیچ کیجه حمایت منو نمی کنید. میدونین هیچ وقت منو حمایت نمی کنید. میدونین بچه ها این قیافه منه. اگر قیافه منو ندیدین بدونین که این قیافمه دیگه. هیچی قیافه من ندیدید. من چون کالاف زیاد قیافه و اینامو نمیذارم، چون خیلی دوستتون دارم. لطفا لایک کنید، حمایت کنید. من تازه پیجمو زدم، حمایت کنید تا بتونم منم مثل بعضیا لایک بگیرم و سابسکرایب. دست شما در نکنه. خب بچه این سنگایی بود که ما پیدا کردیم. خب میدونین